میتونستی توی یه شرایط آدمای پر ادعای بیفایده طلبکار که هیچ دستاوردی برای هیچ کس نداشتن، اونایی که ازدواج کردن که منجر به طلاق شده دهن یکی رو سرویس کردن، اوناییشون هم که ازدواج نکردن بدون بچه، بدون هیچ هنری، بدون هیچ پولی، در آینده یه سری پیرزن فقیر بی هنر خواهند بود که سربارن بر اجتماع. خب ما چیکار کنیم؟ اینا رو چیکارشون کنیم؟ نمیتونیم که مثلا بریزیمشون دور، انسانن، سربار روی جامعه میشن و دیگه اون توجه رایگان هم نمیگیرن. یعنی ما 40 سال دیگه یه عالمه پیرزن بیفایده خواهیم داشت تو این کشور، چون مردی که 60 سالشه بازم میتونه کار بکنه، ولی زنی که 60 سالشه تمومه دیگه. و این اتفاقیه که ما با کله داریم میریم سمتش. چرا؟ به خاطر اینکه این قصه رو به زنا فروختن که تو میتونی مستقل باشی، تو اصلا باید مستقل باشی، در حالی که بیولوژی ما ساخته شده برای اینکه با هم باشیم، برای اینکه زوج باشیم و این طراحی شده است. نگاه کن، اینا رو عمدن دارن این کارو انجام میدن، تو مقیاس جهانی هم دارن این کارو انجام میدن. یعنی واقعا میدونیم ما توی یه بازی خیلی بد و خیلی بزرگی گرفتار شدیم و زنها واقعا تبدیل شدن به پرسنل شیطان. اینا واقعا پرسنل شیطانن، میان تو زندگی مثلا همون دختری که باش 7-10 بار 20 بار سکس کردی و گذاشته رفته، این آدم به اندازه اون رابطه از تو انرژی برده، انرژی زیستی تو رو برده. تو میتونستی با اون تعداد روابطی که با این داشتی مثلا بچه‌ای داشته باشی الان، خب میتونستی توی یه شرایط اقتصادی مناسب مثلا خانواده‌ای شکل بدی و این نرماله. یعنی قسمتی از این داستان رو تو کله ما پسرها هم کردن که به جای هدف معنادار، به جای کاری که باعث افتخار و باعث شرافت ما بشه، به جای پیشرفت کردن، اینکه یه چیزی بسازیم، یه چیزی رو درست کنیم و پیشرفت بکنیم، لذت رو بذاریم هدف. و لذت خب هیچ مقدارش کافی